16مین دور رقابت‌های آزاد تکواندو و نخستین دور مسابقات پومسه تحت نام جام گل سرخ با میزبانی ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار گردید. در این مسابقات 16 تیم از 13 ولایت کشور شرکت کردند و به مدت 3 روز ادامه می‌یابد. 16مین دور مسابقات جام گل سرخ است در شهر مزار شریف با همکاری فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان و ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ راهنمایی گردیده و در این مسابقات 13 ولایت و 16 تیم و 100 نفر بازیکن اشتراک کرده. هدف از برگزاری مسابقات این است که تشویق جوانان و نوجوانان در رشته تکواندو و ولایت بلخ یک ولایت زون هستند که مثلا همچون مسابقات دائم الوقت میزبان شده و میزبان می شود. رئیس فدراسیون رشته تکواندوی ولایت بلخ همچنان می‌افزاید که از میان 100 ورزشکار شرکت کرده در این مسابقات 32 تن به عنوان چهره‌های پیشتاز روی رقابت‌ها با تیم ملی خواهند شد. 100 نفر اشتراک کرده و 32 چهره برتر انتخاب میشه. 32 چهره برتر که انتخاب شد، اینه کسایی که اول میشن مستقیم میرن رنکینگ تیم ملی را میگیرن. وضعیت تیم ملی را از خود میکنن و بازی 32 نفری که وضعیت تیم ملی را از خود میکنن که کسایی که عضو تیم ملی هستن که اونها مسابقه میکنن، اگر اونها جای کسایی که در تیم ملی هستن، بازیکنایی که در تیم ملی هستن گرفتن بازی واسه اونها اینا میرن در سفرهای خارجی میرن. ورزشکاران شرکت کرده در این مسابقات با ستایش از برگزاری این رقابت‌ها تاکید می‌کنند چنین برنامه‌های رقابتی بیشتر برآ انداخته شود تا ورزشکاران بتوانند خلاقیت‌های فنی خویش را در معرض نمایش بگذارند. ما بسیار خوشحال هستیم که از این رویدادهایی که چهره برتر شناخته میشه از این کشور و در کشورها میتونه سفر کنه، مسابقه کنه. خواهش ما از مسئولای فدراسیون همی است که این رویدادها را بیشتر برگزار بکنند تا ما بتانیم چهره برتر با کشور خود الگو قرار بدیم. خوشحال هستم که در اولین دور جام گل سرخ در بخش مسابقات پومسه حضور دارم، به خاطر از اینکه اولین دور است که ما در ولایت میایم به خاطر مسابقات پومسه و در کابل مسابقات برگزار میشه و ما آرزوی ما بود که یک روز بتانیم در ولایت هم بریم به خاطر مسابقات پومسه. مسابقات جام گل سرخ در حالی در ولایت بلخ برآ انداخته شده که با حاکمیت امارت اسلامی زمینه امن سفر ورزشکاران در میان ولایات بیشتر از پیش فراهم و تسهیل شده است.